در افغانستان به مناسبت انجام ماه شریف رمضان و فرا رسیدن عید سعید فطر 2460 محبوس را از زندانها آزاد میکنند. فرمان رهایی این 2460 محبوس را هیبت الله اخونزاده، رهبر جنبش تندرو طالبان که از ماه آگوست سال 2021 حکومت افغانستان را به دست آورده است، امضا کرده است. دادگاه عالی افغانستان که هیئتش از سوی طالبان تشکیل شده است، روز 20 اپریل سال 2023 با نشر یک بیانیه گفت با فرمان امیرالمومنین و با دستور دادگاه عالی از زندانهای افغانستان 2460 محبوس را که مورد عفو قرار گرفتند رها میکنند. در افغانستان رهبر طالبان آخونزاده را امیرالمومنین مینامند. با وجود آنکه طالبان بعد رسیدن به قدرت در داخل افغانستان سیاست تند سرکوبگرانه را پیش گرفتند، بازم در عرفه عید و جشنها عفو شماره بزرگ از محبوسان را اقدام میکنند. در محبس‌های افغانستان نه فقط افراد مجرم در جنایت‌های مختلف بلکه همچنین فعالان جامعه، حامیان حقوق زنان، ژورنالیستان و همچنین اعضای گروه سلاح به دستی که به ضد رژیم به نوع طالبان می جنگند ادای حکم میکنند. جنگجویان حرکت تندرو طالبان در ماه آگوست سال 2021 در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان ناتو و امریکا توانستند در بین همگی چند روز قلمرو افغانستان را زیر نظارت خود درآورده دولت خود را با نام امارت اسلامی افغانستان دوباره برقرار کنند. حکومت طالبان را تا کنون یگان کشور به رسمیت نشناخته است.